سلام. سلام سلام سلام. خوش اومدین. خب من یه بار دیگه اکسپت کردم دادم جان. سلام هانیه جان، سلام. چطوری عزیزی؟ چطوری؟ قربون. وقتت بخیر. ممنون. سلام خواهر گلم. سلام خوری عزیزم. سلام. خیلی خوش اومدی. ممنون که ما رو دیدید. و بله مرسی از حضور دقیق. پرمهرتون. فقط اینکه چون ممکنه که یه جاهایی از صحبتمون احیانا به خاطر ضعیف بودن اینترنت من با اجازه همه ممکنه که کامنت ها رو ببندم آخر سر اگر سوالی بود باز میکنم که پاسخگو باشیم ما انشالله. اگر دیدم اینترنت ضعیفه فعلا اوکی. خب چه خبر؟ همه چی قربون، خوبه ممنون لادن جان؟ عزیزم، خدا رو شکر. ممنون، ما هم نیوان عزیزم خوبه. خوبه؟ آره مشغول مشغولیم. حالا اگه پیام بازرگانی من همیشه هست توی لایو ها. بعد آره. باش پیام بازرگانی هست که قشنگش میکنه به دقیقاً. نظرم. بله. یه جانم. لحظه من بله بله برمیگردم. راحت باش. منم بنویسم تو این فاصله موضوع لایومون رو و پینش بکنم و شروع کنیم. خب سلام خوش اومدین دوستان عزیزی که به جمع ما پیوستین. خیلی خوش اومدین و اینجا هم اوکی. چه خبر؟ تعریف کنین از خودتون. همه چی خوبه؟ ما قراره که توی این لایو ولادن جان یه کوچولو راجع به مهارت نگفتن صحبت کنیم و مطمئنم تو زندگی هممون یه زمانهایی رو داشتیم که به واسطه اینکه به خودمون یه جاهایی نگفتیم یا به یه سری از ترس هامون پا دادیم یه جورایی و اون ترس مانع از انجام کارمون شده یا به خیلی از افراد نتونستیم نبگیم و باعث شده که فرصتهای زیادی رو از دست بدیم یا در نهایت در حق خودمون اجحاف بشه و حس و حال خودمون بد بشه. خلاصه که قراره یه کوچولو راجع به این مسئله صحبت کنیم. البته اینم بگم که موضوعی نیستش که بتونیم توی لایو حتی یک ساعت هم راجع بهش حرف بزنیم. خیلی خیلی مهارت گسترده ایه، اما یک دید کلی قراره بدیم راجع به این قضیه و دوست دارم که بیشتر در مورد تجربه هامون صحبت کنیم. اینکه توی زندگیمون کی نمیدونم استوری دیروزم رو دیدین یا نه، مثالش رو بخوام بزنم. دوستانی که استوریای دیروزم رو دیدن دقیقا اون لحظه ای که من باید یه آره میگفتم به اون فرصتی که پیش رومه و باید میرفتم که اون کار انجام بدم، اونجا به خودم گفتم نه. مثلا میخوام بگم که یه وقتایی اون نه گفتنه به خودمونه که باز آسیب میزنه به ما و فرصت ها رو از ما میگیره. اما در کل یه جاهایی ما باید این حد تعادل رو داشته باشیم و بدونیم بشناسیم موقعیتمون رو کجا نبگیم و کجا تایید دقیقا بکنیم. درسته. یه سوالی که دوست دارم ازت بپرسم لادن جان اینه که تو فکر میکنی که توی زندگی تا الان نمیدونم شاید یادت بیاد همین سوال رو که میپرسم، تجربه داشتی که به خاطر نگفتن به دیگران، حالا یا به خاطر رو دروایسی بوده یا هر دلیل دیگه ای داشته، توی فشار روحی قرار گرفتی؟ یعنی مثلا آدم معذب میشه دیگه، چون وقتایی که ما به میل خودمون یه چیزی رو تایید میکنیم خب حالمون با اون قضیه خوبه، اما یه وقتایی آدم انگار که با اون حس فشار و استرس فقط به خاطر اینکه مثلا جلو اون طرف بخواد بگه که آره من کنارتم همراهتم، مثلا یه چیزی رو تایید میکنه و به خودش فشار بیاد. تا حالا تو همچین موقعیتی قرار گرفتی تا اگه الان؟ بخوام صادقانه بگم خیلی زیاد. اه، اینترنتت خوبه؟ هستی؟ بله 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 هستم. منو چرا نداری؟ یه خورده با تاخیر اومد، الان اوکی. اگه بخوام بگم کلا فکر کنم به یه جورایی منو همه توی خانواده جوری میشناسن که خیلی کم پیش مهم. بگم.
یا اینکه شاید بلد نبودم یا دوست داشتم تا جایی که میتونم به همه کمک کنم، همه راضی باشن، دل کسی رو نشکنم. هر چی در توانم هست برای اون طرف، حالا هر کسی میتونه از عزیزترین کس‌ها و نزدیکانم باشه، چه برسه به دوستا و آشنایا. و خیلی وقتا به هم یه هم صدمه روحی زده، هم خیلی به هم فشار اومده. بعد حالا بخوام بگم، خب فکر کنید تو کل دوران زندگی من اینجوریه. اما یه چیزی که یاد گرفتم وقتی مهاجرت کردم اومدم اینجا، دیدم واقعا به این روش، حالا نمیدونم فرهنگ ما ایرانی ها اینجوریه، اون قضیه تعارفه یا اون که درست یاد نمیگیریم که بگیم نه گفتن و چه اشتباهایی رو بعدش مرتکب میشی. ولی وقتی اومدم اینجا دیدم اگه بخوام به همون سیستم پیش برم، نه تنها دست نمیارم، خیلی از موقعیت هم دست میدم. مثلا موقعیت کاری بوده که من حالا به خاطر اون خجالتی بودنم، یا حالا ممکن بود اون اوایلی که اومده بودم به خاطر زبان انگلیسی میگفتم نه من این کار نمیتونم و ردش میکردم. و در جا دقیقا جلوی خودم کسایی رو میدیدن که خیلی، حالا جای مقایسه نیست ها، ولی خیلی ضعیفتر از لول من بودن و اونو انجام دادن و گرفتنش. و این خیلی منو آزار میداد، مخصوصا وقتی که مادر شدم. وقتی نیوان اومد توی زندگیم، خب من با توجه به اینکه اینجا بودم و سر کار مشغول کار خودم بودم، دوستای زیادی داشتم، ولی خب به واسطه مادر شدنم، اونم مخصوصا تو روزای اول، سال اول خیلی سخت بود. همه چی برای من خیلی فشرده و بیخوابی و خستگی و اینا. بعد وقتی کسی ازم چیزی میخواست، حالا هم مثبتش رو میگم هم منفیشو، مثلا میگفتم بیا به خاطر روحیت بیا، مثلا این مهمونی رو بیا اینجا بریم بیرون، منم نمیتونستم بگم نه. من اصلا دیشب 1 ساعت بیشتر نخوابیدم، الان احتیاج دارم به خواب. درسته اون ممکنه روحیه منو عوض کنه، ولی نمیتونم بیام، ولی نمیگفتم. یعنی باز با اون حال خسته نیوانو آماده میکردم، اینجوری دیگه چشم در میون میرفتم و این خیلی اذیت‌کننده بود. ولی کم کم یاد گرفتم، خب چون نگفتنم، طرز نگفتنم خیلی مهمه. اینکه یهو بگی نه نمیتونم، خب مسلما هم چه نزدیکترین کسی باشه چه دوست یه حس بدی میگیره، ولی میتونی یه دلیل کوچیک بیاری یا محترمانه، یا بگی خب من مثلا چون واقعا دیشب نخوابیدم، کم خوابی زیادی داشتم، ببخشید خیلی دوست داشتم بیام ولی انشالله فرصت دیگه، حالا یا فرصت دیگه. و این خیلی برام خیلی مهمه که چجوری بگید. و من اینو کم کم یاد گرفتم. الان هنوز 100% اتفاقا چیزی که همیشه دوست دارم ازت بپرسم که چطوری کار کنم که راحت تر باشم. واسه یکی مثلا من خیلی کم پیش میاد به همسرم نه بگم، یعنی تا جایی که ممکنه مثلا میگم خب این کار انجام میدم، ولی یه جایی که باید به نحو درستی بگم نه نمیتونم، یهو اون حجم فشاری که روی منه به خاطر اینکه نگفتم و مثلا نگفتم من نمیتونم این کار رو انجام بدم، به دلیل حجم زیاد کاری یهو با یه حالت خیلی قشنگی گفتم و اون خیلی تو رابطمون تاثیر میذاره. این تجربه بود که میتونستم مثلا یه چند تا مثال بگم و حس و حالی که داشتم. حالا ممنون میشم اگه یه راهکاری هست که بگی که ما کم کم یاد بگیریم، یا نگفتن اصلا اشکالی نداره، چجوری نبگیم بهتره. مرسی واسه این تجربه‌ای که در اختیارمون گذاشتی. ببین فرق نمیکنه که ما توی رابطه عاطفی هستیم، رابطه دوستانه با یه نفر هستیم، یا حتی مثلا طرف همسایه ماست، یا حتی توی فضای عمومی ما اون فرد رو نمیشناسیم. یه مثالی میدیدم خیلی جالب بود، میگفت ببین یه وقتایی ما آخه چند نوع درخواست داریم که اون فیدبکی که ما به اون درخواست قراره بدیم مهمه، که اون نهی که قراره بگیم به یه درخواست غیر منطقیه که درست و بجا باشه، یا نه به یه درخواست منطقی و یه لطفه در حقیقت. میگفت که مثلا اگر تو خیابون داری یه جا پارک بعد کلی زحمت واسه خودت پیدا کردی و میخوای که الان پارک کنی ماشین تو، یه نفر از عقب بیاد بوق بزنه بگه که آقا شما برو تو کوچه بغلی پارک کن، من اینجا پارک کنم به هر دلیلی. خب این درخواست غیر منطقی و غیر معقولیه در حقیقت. پس من اونجا باید خیلی شفاف و واضح و مؤدبانه و روی اصول بگم نه. مثلا حتی چیزی که ما میبینیم اینه که یهو کار به
اون فضای دعوا و عصبانیت و اینا کشیده میشه اصلا تو همون گفتمان اول. یعنی ما حتی نمیخوایم یه ذره اون صبر خودمون رو محک بزنیم، بگیم که بذار من اول مؤدبانه بگم، اگه 1% چند بار مؤدبانه تلاش کردم جواب نداد یه فکر دیگه میکنم. معمولا آدم ها به واسطه اون دغدغه فکری زیادی که دارن اون تنش است که با اون فیدبک اول ایجاد میشه، وگرنه اگه اون ببینه که تو داری درست و محترمانه نگفتن تو مطرح میکنی قطعا اونم کنار میکشه دیگه، میگه اوکی مرسی من میرم، تازه شرمنده هم میشه بابت درخواستی که داشته. و این مثالش این بود که فرق نمیکنه ما تو چه نوع رابطه ای باشیم، فقط این که باید بسته به موقعیتی که داریم شناسایی کنیم که الان من چطوری نبگم یا مثلا چه همراهی داشته باشم. بله یه فرمولی داره که خوبه که ما بلدش باشیم، آخر انشاءالله لایو بهش اشاره میکنم. اما قبل از اون دوست دارم که به این بپردازیم که اصلا چی میشه که مخصوصا ما ایرانی ها توی فرهنگمون خیلی نگفتن رایج نیست، یا احساس میکنیم که اگر ما به یه درخواستی نبگیم یا یه موضوعی رد کنیم یا اصلا خلاف نظر یک نفر نظر خودمون رو مطرح کنیم، ای وای فلانه اصلا نمیشه ندارده به قول بازی مافیا و نقض میشه این حرکت آدم. خب اما چیزی که مهمه اینه که دلیل اصلیش اینه که ما از در حقیقت از بچگی توی فرهنگی بزرگ شدیم که به ما گفتن شما باید دائما بقیه رو تایید کنین تا تایید بشید و مهمه که به بقیه حتما احترام بذارین. مهمه که یعنی احترام گذاشتن به بقیه رو خلاصه میکردن توی تایید کردن نظر اونها، در صورتی که لزوما احترام گذاشتن به این معنی نیست. قطعا مهمه که ما به آدم‌های دور و برمون، همه آدم‌های این دنیا احترام بذاریم، ولی صرفا تایید کردن نظر اونها یا کار اونها به منزله این نیست که من دارم به اون آدم احترام میذارم. این دقیقاً این باور و فرهنگ با ما اومده که انقدر داریم گاهی اوقات مقاومت میکنیم در برابر اون نگفتنه و حتی شاید باورت نشه ماییه که انقدر داریم دم از اون نگفتن راحت میزنیم، حتی یه وقتایی راجع به نشنیدن هم چالش داریم. یعنی ذهن ناخودآگاه مقاومت میکنه تو لحظه اول، چرا مثلا این آدم با من مخالفت کرد، و خیلی زمان زیادتری میبره که تازه ما مهارت نگفتن رو یاد گرفتیم، حالا باید در کنارش مهارت نشنیدن هم یاد بگیریم. خلاصه که این در حقیقت میشه گفت یکی از دلایل اصلیشه که باعث شده ما آدم‌های تعارفی باشیم یا رو دروایسی کنیم. من همیشه میگم به خانوادم که این فکر کنم به خودت هم بار گفتم من این فرهنگ تعارف رو دارم سعی میکنم از خودم دور کنم، هنوزم دارم و یه جاهایی نسبت به آدم‌های دیگه، نسبت به خارجی‌هایی که مثلا باشون یه وقتایی تعامل داریم یا ازشون مثلا یک فیدبکی میگیرم و حالا یا به واسطه آموزش ها و اینا با سری از آدم ها که خارجی هم تعامل میکنیم و میبینیم که اونا اصلا نمیدونن، درکی از تعارف ندارن. وقتی مثلا تو داری یه غذایی رو مثلا کنار اونا نشستی یه غذایی رو داری میل میکنی بهشون میگی بفرما شما بیا قاشق بزن، اصلا درکی از این قضیه نداره، میگه نه من خودم غذا دارم خیلی ممنون اصلا درکش نمیکنه. پس ما اینجا متوجه میشیم که این صرفا به منزله احترام گذاشتن نیست، این صرفا تعارفه و چیزی در پی نداره، خیلی فایده خاصی نداره واسه اون آدم و فقط اون آدم رو شاید معذب هم بکنه. من خودم به شخصه الان تقریبا 1 سالی هست که دارم خیلی سعی میکنم با این فرهنگ یه جورایی در خودم خلافش رو ایجاد کنم، چون فرهنگ تعارف تو همه ما وجود داره. دارم سعی میکنم که نقضش کنم توی ذهنم و تو رفتارم، در حد تعادل حفظش کنم حداقل. و چیزی که وجود داره اینه که اون اتفاقی که ممکنه در درون ما بیفته به نظر من اون بار فشار روانی و استرسی که ایجاد میکنه خیلی بیشتره. ما توی این سری لایوی که داشتیم یک حرف مشترک داشتیم، چرا تلاش میکنیم یه سری از رفتارهامون رو تغییر بدیم، یه سری از تغییراتمون رو در حقیقت از منفی به مثبت سوق بدیم؟ خاطر اینکه اون رفتار اشتباه ما داره عمیقا روی ذهن ما و روح و روانمون فشار و استرس ایجاد میکنه. وگرنه اصلا وقتی اون رفتار برای من استرس ایجاد نمیکنه، حالمو بد نمیکنه، چرا بخوام تغییرش بدم؟ یا
در درون من یا بقیه ایجاد آسیب نمیکنه، چرا بخوام تغییرش بدم؟ پس حتما یه جایش مشکل داره که ما داریم تلاش میکنیم و بهترش بکنیم. و این هم به همین دلیل یه وقتایی ما وقتی یه نفر از ما درخواستی داره و ما در ذهن خودمون داریم به این فکر میکنیم که اگه بهش درخواست یعنی پاسخ منفی بدم اون آدم ناراحت میشه، بگیم اوکی خب حالا باشه قبوله، اما تو ذهنمون داره کلی استرس و استراب ایجاد میشه، داریم یعنی تحت اون زیر بار اون فشاره له میشیم قشنگ. و یه با صحبت میکنم چند وقت پیش یه مثالی هم زدی، گفتی مثلا یه وقتایی ممکنه همسایه بخواد بیاد مثلا بچه‌شو پیش من نگه داره و من تو شرایط نگهداری اون بچه نباشم تو اون یه ساعت حتی، و من به خاطر اینکه اون آدم به کارش راحت تر برسه و درون من به میگی که تو لادن تو هانیه باید تایید بشی، خب میگم که آره اوکیه پس پیش من نگهش دار و من توی اون یه ساعت رسما بلا نسبت روانی میشم انقدر که قراره با بچه سر و کله بزنم، خب و اینه که اون فشار رو ایجاد میکنه. ولی یه وقتایی هم هست نه حالت خوبه، اتفاقا خیلی هم ذوق میکنه، خودت زنگ میزنی میگی آره مثلا بچه تو بیار من بیشه مثلا لیوان یه کوچولو بازی کنم. یعنی بسته خیلی به موقعیت های اون آدم داره و ما باید یه سری اون شناختمون رو در حقیقت به موقعیت هامون زیاد بکنیم، درکمون رو نسبت به موقعیت ها و اول از همه خودمون زیاد بکنیم تا بتونیم تشخیص بدیم که الان من آمادگی تایید این کار رو دارم، انجام این کار رو دارم یا نه. بهتره که نه بگم، بهتره که محترمانه حرفم رو بزنم، شفاف باشم. اینه که خیلی مهمه. دقیقا درسته. این چیز خیلی نکته خوبی اشاره کردی که واقعا باید شفاف بشی، شفاف بگی. آنیا جان هستی؟ بکنم بله من هستم الان میام الان. نه فکر کردم تصویر دار. و آره دقیقا همینجوره. باید یه جوری با احترام کامل به اون طرف مقابل که ببینیم خودمون اول تو چه شرایطی هستیم. بعضی وقتا آره واقعا این حس تعارفی بودنه. من اینجا یاد گرفتم که اصلا اینجا کسی تعارف نداره. مثلا دیدی ما میایم مثلا تا دم در میون یه چیزی بهتون میدم که بفرمایید تو، بعد من دقیقا این کارو کردم. حالا وسط یه مزاحم بکنم، همسایه روبرویم خانم محسن خیلی محترمی بود، بعد اومد یه هدیه کوچیک آورد واسه نیوان، میدونست ما پسر کوچول داریم، آوردم در گفتم دست شما درد نکنه خیلی ممنون. خانمم استرالیایی بود، بفرمایید داخل. بعد همینجوری مثلا دیدی طبق خودمون که میگیم بفرمایید در خدمت، بعد گفت آره بعدم هم نمیاد بیام داخل. بعد یه لحظه من موندم که یهو یادم باز رفته بود بابا اینجا توی خارج و فرهنگ خارج از ایران تعارف معنی نداره، اصلا نمیدونن. خلاصه اومد داخل. بعد و اینکه خب اینجا عادت دارن همه با کفش میرن داخل دیگه. من معمولا با دوستای صمیمی خودم میدونم ما کفشامون رو در میاریم، با کفش نمیاریم داخل. و انقدر من تو اون حالت چیز بودم که با کفشم اومدن داخل و بعد به همینجوری خودخوری میکردم. بعد بود که دقیقاً درسته اگه من اون چیزو میداشتم اولا تعارف نمیکردم، حالا هیچ مشکلی نبود، ولی خب این قشنگ خودم رو تو معذورات قرار دادم. و چیز دیگه آره مثلا واقعا آمادگی چیزی رو ندارید بگید نه اشکال نداره، حالا میخواد نزدیکترین کستون باشه که همسرتون، مادرتون، پدرتون، با احترام. چون میدونی هانیه جون به نظر من از یه طرفم اگه یکی بگه چشم مثلا یه خواسته ازت داشته باشه بگه چشم آره حتما انجام میدم. حالا همسر خودم مثال میزنم، یه کلی لیست کار بهش میگم میگه چشم، ولی واقعا نمیرسه انجامش بده. خب اونم بعد مدت طولانی کار که برمیگرده خونه نیاز به استراحت داره، فقط به من میگه چشم. خب همین چشم گفتنا که وقتی انجامشون ندید باز روی فشاری روی منه. منم باید به همسرم یاد بدم که عزیز من اگه نمیرسی بگو که خیلی دوست دارم اینو انجام بدم ولی میتونم مثلا توی هفته آینده یا سری بعد که برگشتم خونه. اینجوری دیگه نه ذهن منه نه تو رابطه ما تاثیر میذاره. همین که چشم به همیشه بهش میگم چشم الکی به من نگو. همین که چشم برای اینکه میدونی چیه، برای اینکه مثلا خب همسر منه نمیخواد منو ناراحت کنه، نمیتونه اون لحظه به من بگه نه، ولی میتونه بگه خب حتما کمکت میکنم ولی توی یه فرصتی که برام جور بشه. حالا شخص
من الان مثلا واقعا با مادر خودم مثلا بعضی وقتا نظرهای همو خیلی قبول داریم، ولی یه سری جاها مثلا میگم خب ماما نظرت کاملا محترمه ولی این نظر شما رو قبول ندارم، ببخشید. نیما که ازم دور میشه از یه جایی میره کشه بالا. زنگ خطر میکنه. آفرین، متوجهم. چشمم. و میخوای بری قدرت اگر که کار داره؟ نگفتن و چطور گفتنش خیلی مهمه و از یه طرف هم نگفتن. مثلا وقتی که نزدیکترین کست بهت میگه نه این کار رو نمیتونم انجام بدم یا امروز نمیتونم انجام بدم، واقعا نباید ناراحت بشید. خب اون واقعیت رو به شما گفته، واقعا اون تایم رو نداره، کاملا باید بهش احترام بذارید. و یه هانیه جون، یه چیزی من بهش رسیدم که وقتی اوایل این کار رو بخوای، مثل منی که همیشه بله بله گفتم، چشم گفتم، اوایلش خیلی سخته که به طرف مقابلت مخصوصا کار نشون بدی که من یواش یواش دارم یاد میگیرم که یه سری چیزا که از دستم بر نمیاد و بگم نه، حقیقا. بگم نه. ولی کنم و اینکه ممکنه ناراحت بشه طرف، ولی کم کم بعد یه مدت وقتی نه رو از تو شنید دیگه میپذیره، ناخودآگاه میپذیره این قضیه رو که خب این شاید واقعا لادن نمیتونه این کار رو انجام بده. نه از لحاظ یعنی من احترام تو داشته باشی، اون لحن بیان صمیمیت تو داشته باشی، ما داریم دوچرخه میکشیم، بعد جانه لحن و احترام تو داشته باشی و کم کم طرف مقابلت هم حتما میپذیره که میتونه نشنیدنم تمرین کنه. نظرت راجع به این؟ دقیقا آره همینطوره. اتفاقا میخواستم همینم بگم، اینکه یه وقتایی ما خب ببین آدم ها دستبندی میشن توی اون دایره درست. روابط ما. تنها کسایی که ممکن تعجب کنن از تغییر رفتار ما احتمالا خانواده و اطرافیان نزدیک ما هستن، کسایی که خیلی بیشتر توی یعنی زمان بیشتری رو با ما میگذرونن و شناخت نسبتا بیشتری از ما دارن. و خب اگر یهویی مواجه بشن با یک هم رفتاری غیر از رفتار سابق، ممکنه که براشون سوال پیش بیاد. اگر که بخوایم فقط صرفا آگاهشون کنیم، مجاز هستیم کار بکنیم، فقط افراد درجه یک خودمون، خانواده نزدیکمون. فقط اگه ببین اصلا همسر عزیزم، مادر عزیزم، پدر عزیزم، من الان تصمیم گرفتم که یه سری از حالا چیزایی که احساس میکنم میتونه کمک کنه، آره مهارتایی که کمک میکنه کلا ذهنم آرومتر باشه و کمک کنه به روند بهتر زندگی، دارم اونا رو یاد میگیرم و دارم تمرینشون میکنم. یعنی اگر احیانا از من یه وقتایی فیدبکی گرفتین که خلاف فیدبک سابقه، یه تعجب نکنید، دلیلش اینه فقط صرفا من یه آگاهی به اون طرف میدم، اونم چون آدم نزدیک به منه، وگرنه ما ابدا بابت رفتارهایی که میدونیم به هر حال بر اساس اصولی هستش و داریم سعی میکنیم که بهترینش رو انجام بدیم، هر روز دیگرم توضیحی بدیم، هرچند که یه بخشیش توی حیطه نگفتن برمیگرده به اون نوع فرمولی که میخوایم حالا راجبش صحبت کنیم که اصلا من چطوری و به چه افرادی و به چه پاسخهایی نبگم. این کلا خیلی برمیگرده به اون شرایط، ولی ما این اجازه رو داریم که به آدم‌های نزدیک به خودمون حداقل اون توضیح رو بدیم، حداقل اون آگاهی رو بدیم. توضیح هم نیست، کاملا آگاهیه، یعنی دارم شفاف میکنم برات که تو فکر نکنی اتفاق عجیبی افتاده، من با تو چالشی هستم یا دلیل خاصی داره، دلیلش فقط و فقط اینه که میخوام بهتر و سالمتر رفتار کنم، همین در همین حد. و یه نکته‌ای که وجود داره اینه که یه وقتایی حالا به صورت کلی گفتم یه سری از درخواست ممکنه معقول باشه، یه سری از یعنی درخواست معقول رو در حقیقت بهش میگن لطف، یعنی یه نفر از ما میخواد یه لطفی در حقش بکنه. یه وقتایی هم درخواست ها غیر معقوله. به هر حال من توی اون بازه زمانی چه اون کار لطف باشه مثل قرض گرفتن پول، چه اون کار غیر معقول باشه مثل اینکه جای پارکینگ تو به من بده، مثل اینکه به در گوشیت مثلا گوشیتو چک کنم که رابطه عاطفی حتی، یا اون ورود کردن به حریم شخصی آدما باشه. در هر دو صورت ما به عنوان کسی که سعی میکنه رفتار سالم تری داشته باشه باید
مراقب یک عملکرد توی مغزمون باشیم. ما یه عملکردی توی مغزمون داریم که بهش میگیم بازداری پاسخ. این اولین و مهمترین عملکرد مغزمونه. اون درجه صبوری ما رو میسنجه. در حقیقت همین که مثلا توی رانندگی، توی زندگی یهو میایم توی لحظه یه واکنشی نشون میدیم، یه حرفی زده میشه، ما سریع میخوایم حرف خودمون رو بزنیم و فیدبک بدیم، نشون دهنده اینه که ما بازداری پاسخ به شدت پایینی داریم. و برای اینکه بتونیم اون رو رشدش بدیم و بیشترش بکنیم نیاز به تمرین داریم. مثلا تمرین صبر، تمرین جالبی واسه صبر وجود داره. اینکه مثلا میگم ماهیگیری که من خودم دوست دارم یه بار این تمرین رو انجام بدم، خیلی برام جالبه. مثلا میگه ماهیگیری آدمو صبور میکنه. بچه یا اینکه تو یه روز آفرین، اینکه تو یه روز روزه سکوت بگیری. مثلا تو فن بیان من یه تمرین میدم به بچه‌ها. بچه‌ها مثلا اونایی که البته نیاز دارن، یه روز روزه سکوت، یعنی اگر قراره حرفی زده بشه در حقیقت سعی کن خودتو نگه داری، فرداش فیدبک تو بده. فردا فیدبک بده. حتی تکست نوشتن و پیام دادن هم به نوعی حرف زدن به حساب میاد، تخلیه کردن حرفای داخل ذهنه، فقط با این تفاوت که بیان نمیشه. پس اون روز تو کلا مثلا به اطرافیانت اعلام کن، مثلا میتونه یه روز تعطیل باشه، به اطرافیانت اعلام کن که من امروز در دسترس نیستم و اون روز فقط سکوت کن و فقط فکر کن. مثلا هر رفتاری که میبینی، اگه پشت فرمون نشستی، اگه در حالت عادی ممکنه یهو یکی بپیچه جلوت و تو بخوای یه حرفی بزنی، سریع جلوی خودتو به واسطه اون تصمیمی که گرفتی اون روز سکوت کنی بگیر و اجازه نده که اون حرفت بپره بیرون. و یه لحظه بهش فکر کن، یه لحظه آروم شو، بعد مثلا فردا فیدبک تو بده. بعد متوجه میشی که اصلا فیدبک فردا دیگه یادت رفته. این هم یه نوع تمرین دیگه است واسه اینکه ما بازداری پاسخمون رو تقویت کنیم. یا حتی خیلی سریع‌ترین کاری که بهتر همه ما انجام بدیم، وقتی توی یه چالشی هستیم، نظر مخالفی میشنویم، به جای اینکه سریع جواب بدیم چند ثانیه صبر کنیم، یکم فکر کنیم به اون موضوع، بعدش حرفمون رو بزنیم. این دیگه ساده ترین راهشه. و به مرور زمان بازداری پاسخ توی آدم ها تقویت میشه. اینا کلا کمک میکنه که ما تعارض‌هایی که ممکنه به وجود بیاد رو به شدت کم کنیم، به شدت کاهش بدیم. من خانواده ها و زوجهایی میشناسم که دیدیم میگن دعوا نمک زندگیه دیگه. درسته، تا یه حدی درسته، یه وقتی وجود داره دیگه، ولی چون اختلاف نظر و سلیقه همیشه هست. ولی من خانواده هایی میشناسم به واسطه اینکه همین یه مهارت و همین یه عملکرد ذهنشون رو کنترل کردن، مثلا هیچ وقت تو زندگیشون طبق تجربه‌ای که ازشون گرفتیم یا صحبتی که کردن دعوا نداشتن با خانواده خودشون. یعنی سعی کردن همه چیزو هندل کنن و مدیریت کنن از یه تایمی به بعد. اینه که خیلی برام این جالبه، این کاربرد عملکرد اجرایی مغز که اسمش هست بازداری پاسخ. در نهایت برای نگفتن و نشنیدن هم ما باید یه مقدار این عملکرد رو تقویت کنیم، چون که وقتی که میخوایم یه فیدبکی بدیم، یه فیدبکی بشنویم، مهمه که بهش فکر کنیم یه ذره در حد 10 ثانیه، اصلا 5 ثانیه، فقط یه ذره بهش فکر کنیم، بعد سریع سعی نکنیم که اون پاسخو بدیم. توی بحث نگفتن روی یه مثال میخوام فرمولش رو ارائه بدم و اونم اینه که مثلا یه نفر، یه دوستی با من صحبت میکنه و از من پول قرض میخواد. ممکنه که اون آدم تجربه اولش باشه که بخواد از من پول قرض بگیره. من شرایطمو میسنجم، شرایطشو میسنجم و میبینم که آیا من الان یعنی خوبه تا از خودمون اینجور وقتا سوال بپرسیم. همین، آیا من تو شرایطی هستم که به این آدم پول قرض بدم؟ یعنی اون پول رو دارم، اونی که میخواد، و با خودم فکر میکنم اینم بله پول رو دارم. بعد آیا خودم لازمش دارم؟ بعد فکر میکنم ببینم بله من واسه این کار این پول رو کنار گذاشتم. بعد خب پس اینجا من تصمیم میگیرم که به اون فرد، به اون دوست بگم که من امکان قرض دادن پول به شما رو ندارم. من چطوری بگم؟ چند تا مرحله داره دیگه. مرحله اول اینه که ما قبل از هر چیزی ما باید شفاف باشیم. آدمو تو بلا تکلیفی نباید بذاریم. حتی اگه میخوایم یه ذره به زمان نیاز داریم تا بهش فکر کنیم، بهش بگیم مثلا من عصر امروز بهت خبر میدم، من فردا همین موقع بهت خبر میدم. یه ددلاینی بهش بدیم. اون آدم به هر حال میخواد ببینه که اگه از من کاری برنمیاد به یه نفر دیگه مراجعه کنه شاید.
و کاری که مثلا خودم معمولا انجام میدم، حالا چه واسه پول قرض گرفتن باشه چه واسه هر کار دیگه ای باشه، من واسه چیزی که یاد گرفتم ما اول ابراز همدردی میکنیم دیگه، یعنی خورده باهاش صحبت میکنیم. خب این موضوع برات پیش اومده، امیدوارم که این مسئله حل بشه و مرسی که حسجویی میکنیم و مرسی که من رو در حقیقت از خودت دونستی و تونستی که این مسئله رو با من مطرح کنی، چون اون آدم ممکن با خیلی های دیگه رو دروایسی داشته باشه. مرسی که منو دوست خودت دونستی و این مسئله رو با من مطرح کردی. اما با توجه به شرایطی که حالا بررسی کردم دیدم که من الان تو موقعیتی نیستم که بتونم این پول رو بهت قرض بدم. صادقانه قرارم نیست آدما رو بپیچونیم به هیچ عنوان. یعنی نگفتن یکی از بزرگترین باگهاش توی ما آدما اینه که ما نه رو میگیم یه وقتایی ولی میپیچونیمشون، یعنی دروغ میگیم. مثلا میگیم نه من خودم ندارم، خودم بدبختم، خودم بیچارم، یعنی میریم تو فاز قربانی بودنه. آره بعد میگیم که اونم دلش میتازه در میاره یه چیزم دستی به ما بده. ولی ما قرار نیست از موزه قدرت ذهنیمون پایین بکشیم. ما قراره که خیلی مسالمت آمیز مسئله رو مطرح کنیم، چون به هر حال من خودم این شکلی هم اگه واقعا تو شرایط بودم و اون پول رو نیاز نداشته باشم این کار رو انجام میدم، چون که مطمئنم مثلا با توجه به شناختی که اون آدم داره ممکنه 2 هفته دیگه من برگردونه. خب یعنی و شهامت درخواستش هم دارم، یعنی اگه 2 هفته دیگه برنگردون من درخواست میکنم که مثلا برگرد. خب پس اینم مهمه بعدش دیگه دوباره بریم تو لوپ غلط رو دروایسی و این داستان. آفرین. و تو این مرحله بودیم که من یه حسجویی میکنم، یه همدردی باش میکنم، یه همدلی باش میکنم و بهش میگم که به این دلیل من امکان این که این پولو تو این مثلا این 1 ماه پیش رو به قرض بدم ندارم، اما باز دوباره میام و همراهیش میکنم، اما حاضرم که با دوستای مشترکمون صحبت کنم یا یه پرسجوی ساده انجام بدم ببینم کی امکان این رو داره که این پولو به قرض بده. خب و در حقیقت ذهنش رو آماده میکنم سمت اینکه من کاری از دستم برنمیاد، اما اگه کاری غیر از این پول قرض دادن ازم بر بیاد برات انجام میدم. یعنی اگه مثلا روزه میشه به فلان دوست مشترکمون بگی من میتونم این کار برات انجام بدم، مثال. یا هر مورد دیگه ای، همین موردی که مثلا یه نفر بخواد، فرض میکنم که من مثلا کسی هستم که یکی از اقوام اینجا باشه، بعد مثلا بخواد بچه‌شو به من بسپاره برای چند ساعت. خب من اولا که اینم توضیح بدم چرا ما یه وقتایی توی فشار و استرس قرار میگیریم به واسطه اینکه نمیتونیم نه بگیم، چون که پذیرش یه درخواست به شدت مسئولیت و تعهد داره، خیلی تعهد بالایی داره. یعنی اونه که باعث میشه ما عذاب بکشیم و استرس بکشیم که مثلا وقتی پای یک فرد یا یک عضوی از خانواده در میون باشه. من بچه‌م بیارم پیش شما مثلا نگه دارم و اون بچه‌ای که الان قراره چند ساعت پیش من باشه و منم کلی خودم کار سرم ریخته و ذهنم آروم نیست تا کنار اون بچه باشم، مسئولیت شدیدی رو دارم میپذیرم و اگر هر اتفاقی بیفته مسئولیتش گردن من، چون من اون لحظه آمادگی این رو نداشتم که صد خودم رو واسه اون بچه بذارم و رفتم پی کارهای خودم. از اون طرف هم شهامت اینو نداشتم که بگم من امروز تو شرایطی نیستم که بتونم مثلا بچه‌تون رو مثلا بپذیرم. خب حالا مثال خودتو داشتم واسه خودم شبیه می‌کردم یه کوچولو. بعد خب خیلی مسئولیت بالایی داره، پس من اونجا خیلی محترمانه با همین سیستم، ببین من الان امکان اینو ندارم که مثلا خانم یا آقای ایکس کنار من باشه بیاد مثلا پیش من سرگرمش کنم، اما پیشنهاد میکنم که مثلا اگه دوست داشتی یه تایم آزاد، نمیدونم، پیشنهاد میکنم مثلا 1 ساعت این مهد کودک فلانجا در حقیقت سیستمش اینجوریه که بتونه بچه‌ها رو نگه داره و تو بری به کار برسی. یا مثلا اگه داری میری اون شاپینگ سنتره اونجا یه فضای شهر بازی داره، یه بار مثلا نیوانو بردم میتونی ببری اونجا و تو به کارت برسی. اینا این کار انجام میدی، یعنی تا جایی که ازمون برمیاد یه سری ادوایس بدیم. اگه بر نمیاد که بر نمیاد دیگه اوکیه، ولی همیشه میشه راه جایگزین پیدا کرد. یه چیزی که ذهن من آدمه قرار نیست اون اتفاق و اون حرف حتما عملی بشه، فقط قراره بار ذهن روانی روی ذهن اون فرد داشته باشه، یعنی حالشو خوب کنه بدونه که من همراهشم، قرار نیست ایگنورش کنم، قرار نیست پسش بزنم و قرار نیست کسی براش کسی بشم که دیگه هیچ وقت روی کمک من حساب نکنه. دقیقاً همین.
خیلی عالی بود. ممنون از کلی از اطلاعات مفیدی که بهمون دادید، مخصوصا این فرمول آخر که واقعا نیاز به کار داره، نیاز به زمان داره، نیاز به صبوری داره، هم برای شخص به نظر خودم و هم طرفهای مقابل که میتونه از نزدیکان باشه. ولی یه چیزی که فهم، آره این چیز نکته خیلی خوبی بود اشاره کردین که میتونی قبلش بگی خب من تصمیم گرفتم، مثلا مادر من، پدر من، همسر من تصمیم گرفتم که یه سری از اخلاقامو، اونایی که خیلی به من فشار بیشتری وارد کردن یا اصلا میتونی بگی خیلی از جاها جلوی رشد منو گرفته، چه شخصیتی چه کاری، دارم سعی میکنم تغییرشون بدم. حالا لطفا به خودتون نگیرید یا راحت نگیرید و ممنون میشم شما هم تو این راه منو کمک کنید. آره این خیلی چیز خوبی بود که آدم میخواد این کار انجام. و یه چیزی که وجود داره اینه که ما هر چقدر وابستگی داشته باشیم، وابستگی به فرزند، وابستگی به پدر مادر، خانواده، خواهر برادر، قطعا یک شخصیت جدا و کاملیم هر کدوم از ما. حالا کامل از نظر رفتاری نمیگم، یک شخصیت که خودمون واسه خودمون کافی میتونیم باشیم. پس مهمه که خودمون تو اولویت خودمون باشیم. اون فرهنگ غلطه بود که گفتم ما باهاش بزرگ شدیم، همیشه به ما اینو یاد داده که خواسته دیگران، حرف دیگران و موقعیت دیگران به خواسته و موقعیت و حرف ما اولویت داره و این بوده که ما رو توی این چرخه غلط انداخته. و اگر که یه خورده سعی کنیم که آگاهانه تر روی رفتارهای خودمون باشیم، قطعا کمک میکنه که اعتماد به نفسمون تقویت شه. قطعا متوجه میشیم که ما حتی وقتی نمیگیم هم میتونیم حمایت به افراد رو داشته باشیم، میتونیم دوستی ها رو داشته باشیم. و شاید باورت نشه، من واقعا تست کردم، دیدم وقتی که با شهامت بیشتری نگفتم اون دوستی قوی تر شده، چون آدم احساس امنیت کرده پیش من، احساس نکرده که من دارم سعی میکنم معذبش کنم یا اون سعی کرده منو معذب کنه. یعنی اون امنیت ارتباط هم تقویت میشه. همینقدر جالب. و یه کلمه‌ای که من به شدت دوستش دارم و همیشه میگن و همیشه دوستایی که با من در ارتباطن به من میگن هانیه ما 2 تا کلمه رو از تو یاد گرفتیم، یعنی تو ذهنمون مونده. 2 تا کلمه رو خیلی دوست دارم، یکیش قدردان بودنه، یکی شفاف بودنه. توی این لایو دوست دارم اون شفاف بودنه رو بهش اشاره کنم. حالا قدردانی که جای خود داره، ولی کلمه شفافیت خیلی واسه من تو ذهنم بلده. یعنی احساس میکنم که من واقعا تا با آدم ها شفاف نباشم، تا درخواست شفاف نداشته باشم، تا من در حقیقت پاسخ منفی یا مثبت شفاف نداشته باشم، اون آدم تو بلا تکلیفی مطلقه و من اون رابطه رو هوا نگه داشتم. اون ارتباط، اون دوستیه رو، اون ارتباط خانوادگی رو هوا نگه داشتم. ولی وقتی شفاف باشم، اول از همه با خودم بعد با بقیه، قطعا میتونه به اون آدم کمک کنه که تصمیم بهتری بگیره. یعنی حتی اگه من از من داره یه نه میشنوه ولی نه قاطع و شفاف و محترمانه، خب میره اون یه فکر دیگه میکنه دیگه، پس به نفع اون فرده. ولی من حالا بذار ببینم چی میشه. مثل این حکایت این هستن، میخوای یه قرار با دوستت بذاری، بعد میگی حالا بذار بهت خبر میدم، حالا بذار مثلا من 5 دقیقه قبل از اینکه راه بیفتی به من بگو، من میام. مثلا خودم ذهنم جوریه که خیلی رو برنامه ریزی باید همه چی پیش بره، حالا نه به این شوری نه به اون بینمکی، ولی کلا اون حد وسط مهمه که تو مشخص کن آقا تایمی که میخوای منو ببینی کیه، چون منم رفت آمد باید در نظر بگیرم، شرایط کاریمو در نظر بگیرم، پس با من شفاف باش. و وقتی که ما به بقیه این حس القا کنیم که من دوست دارم که با من شفاف باشی و منم متقابلا باهات شفاف و رک صحبت میکنم، پس میتونم به حفظ اون ارتباط کمک کنم. و دیگه بقیهش برمیگرده به نحوه بیان من. اصلا خب طبیعتا اگه تو از من درخواستی بکنی، مثلا بگی مثلا دوستم به من بگه پول داری قرض بدی، بگم نه ندارم، خب معلومه 100% که ناراحت میشه، بهش برمیخوره، تا اینکه من اونو ساندویچ پیچ کنم و مثلا بهش بگم شکلات پیچ. و بقیهش تو نحوه بیانه، وگرنه جفتش همون نه. خلاصه که این میتونه کمک کنه و این دیدو به ما بده که سعی کنیم روی این بعد از مهارتمون کار کنیم تا اتفاقات بهتری توی روابط. این مبحث واقعا خیلی گسترده است، میتونیم حالا در لایوهای آینده بیشتر اشاره کنیم.
دقیقا. واقعا واقعا از اینکه توی این لایو کنارم بودی مجدد خیلی خوشحالم و خیلی استفاده کردم از تجربه‌ای که داشتی. میدونم با چالشایی که داشتی واقعا سخت بوده توی لایو حضور داشته باشی، ولی دمت گرم واقعا از اینکه متعهدی و این خیلی حس و حال منو همیشه خوب نگه میداره. منم یه کوچولو پایان صحبت تا جنبندی میکنم. من کامنتارم باز میکنم، اگر سوالی بود میتونین بپرسین و اینو هم بگم که این لایو قبلی رو واقعا دوست داشتم که سیو کنم ولی سیو نشد. این لایو رو به مدت موقت در حد 1 روز یا 2 روز سیو نگه میدارم برای دوستانی که ندیدن این لایو. امیدوارم که بتونه بهشون کمک کنه. مرسی از کسایی که توی لایو بودین و موندین و امیدوارم که براتون کاربردی بوده باشه و همیشه تلاش هممون بر این بوده که بتونیم ارتباطات و سطح روابطمون رو تقویت کنیم و ارتقاش بدیم. خیلی خوشحال شدم از اینکه کنارتون بودم. همینطور ممنونم هانیه جون، که ممنون فریبا جون، مرسی که مرسی از همه. ممنون مرجان عزیزم. مرسی عالی نگاه شماست و اینکه خوشحالم افتخار دادیم تا این ساعت کنارمون بودیم و امیدوارم که روز خیلی خوبی داشته باشید همگی. ممنون. هر سوالی هم که براتون پیش میاد میتونین توی دایرکت بپرسین، توی لایوهای بعدی حتی جمع میکنم سوالا رو و توی یه لایو پرسش و پاسخ بیشتر راجع بهشون صحبت می‌کنم. ممنون. ما دیگه داریم تا مرسی از شما. چالش میشیم. ما دیگه داریم وارد چالش از کوه بالا رفتن میشیم. شما رو به خدا میسپارم. ممنون از ما همینطور مراقب خودتون شما باشید. همینجور. خدا. خدا.